ما هیچ عیبی نداریم، فقط کور و کچل و سرگیجه داره. هرچی بهتون گفتم برین تحقیق، گوش نکردین که. آخه مامان جا با تحقیق معلوم نمیشه طرف بچه‌ش میشه یا نه. چه حرفیه میگی؟ خب اقلا جلو در همسایه آبروریزی که نمیشد. من رفتم چی؟ برو دست گل تو که به آب دادی. من که نظرم گفت. برو آب بازیته بکن. مجید درو باز کن، کارت دارم. تو اگه واقعا میدونستی قضیه چیه چرا به ما نگفتی؟ میخواد منو دق بده. من همین یه دونه پسر رو دارم، میخواد آرزوی نبه بغل کردن رو دلم بذاره. حالا چرا گریه میکنی مامان؟ طوری نشده که. نمیدونم این بچه چش شده. سرد قلبم بسر کیسه میکاره خدا پدرشو تاریکی ها خسته شده همه درها به رو بسته شده. سلام. مجید در وا کن. مجید در وا کن، بیا بیرون. بیا اینو ببین. اینو ببین، میپسندی؟ این چیه؟ تو چی کار داری؟ از اون چه بهتره. دست بردار. دختر آقای محمودیه، هم خوشگله، هم تحصیل کرده است، هم با خانواده. این چه کاریه که میکنی مادر من؟ نپسندیدی؟ من میخوام کفش بگیرم، صحبت یه عمر زندگیه. اگه تو میفهمیدی یه عمر زندگی چیه، یه زن نازا که نمیگرفتی. خونه رو زنه، نه رو زمین. مامان میخوامش. چه خاکی به سرم بریزم. چرا تو نمیفهمی زندگی بدون بچه معنی نداره؟ من نمیدونم تو چی فکر میکنی. من به هزار زحمت رازیش کرده بودم که بریم خواستگاری. به هزار زحمت؟ بله. مگه اونا کیان؟ یه مش آدمای بدبخت یه لقبا. اتفاقا به خاطر همین حرفا راضی نمیشد. آها، پس اون از تو عاقل‌تره. ببینم آخه دختر آقای محمودی چه عیبی داره؟ تو از نزدیک دیدیش؟ میخوای برم بیارمش به یه کلکی؟ مامان خواهش میکنم. تو جوونی مستی نمیفهمی. فردا که سیر شدی اون وقت به حرفای من میرسی. خیلی خوب. پس طلاق واسه چی گذاشتن؟ طلاق؟ برای مرگ. سلام. به به شادومات. علیک سلام. مهری کجاست؟ اونجا. سلام. سلام. مهری من به کمکت احتیاج. ببین چی شده مجید علیه السلام به کمک ما لعنت الله علیها اجمعین احتیاج پیدا کرده. باز شروع شد؟ چشم. بنده از سایه خفه میشم. چی شده؟ نگفته؟ نگاش نگفته بود. به این ما دیشب رفتیم خواستگاری. شالا مبارک بادا. خب نمیدونم دختره بچه که بوده چه مرضی گرفته که بچه دار نمیشه. اصرار داشت اینو به خانواده‌مون بگه. راضیش کرده بودم که نگه، اما گفت. چه گندی. به هم خورد؟ حالت خیلی محترمانه. نه از بابا آسون تره. عقلت میرسید میدونستی.
یکم چرب زبونی کن، کادو براش بخر، ببرش مشهد، زیارت، چه میدونم. اینو راست میگه. با مادرم حرف زیاد زدم اما کادو نخریدم. کثافت کاری واقعا. نکنه هنوز قلبم واسه این کار راضی نیستی؟ دقیقاً. بچه‌ها چشم عالی حضرت. شادومان. مواظب خودت باش. ببینم این چی میزنه. موضوع چیه؟ همین که گفتم. نکنه به خاطر منه. نه مطمئن باش. پس چته؟ چیزی نیست. این دختره خراب کرد. خراب کرد؟ درستش کن. آخه چطوری؟ من دیشب ادای یه آدم عاشق رو در آوردم. جلوی پدرم، مادرم، خواهرم، دامادمون. دیگه باید چیکار کنم؟ تو یه نه نصف و نیمه از مادرت شنیدی. نه قهر کردی، نه منت کشیدی، نه التماس کردی، نه اعتصاب غذا کردی، نه دعوا کردی. کردی؟ نه. اما اگه این کار رو بکنم زمان میبره. این که کاری نداره، هنوز جایی سختش مونده. ممنون داری بهم روحیه میدی. باید بتونی به تنهایی از پسش بر بیای. اگه اسلحه میخوای، ماشین میخوای، زهر میخوای، هر چی میخوای بگو، فقط نگو نمیتونم. نمیخوام جلو این دوتا هی بیای و بگی کم آوردن. اینجوری انضباط سازمانی رو به هم میزنی. باش. یه خاکی تو سرم میریزم. امروز دست میخوام یه کاری انجام بدی. چیکار؟ ما الان نیروهامون کمه. میخوام از دور وایسی و فقط مواظب باشی. اگه یه موقع دیدی اوضاع به هم ریخت دخالت کن. باش. فقط باید تهدید میکردی. من این کارو کردم اما داشت لفتش میداد. کفرمو در آورده بود. من به تو دستور تیر نداده بودم. خوب بود اینقدر معطل میکردم تا بریزن سرمون. ها؟ تو داشتی عملیاتو خراب میکردی. مجبور شدم. تو که اونجا نبودی. خادمی کجاست؟ رفت برای فروشش طبق قرار. کارم به کجا کشیده؟ چی؟ اون کثافتی که طلاهاشو گرفتیم یه نزولخور پس فطرت بود. باید میزدم تو ماخش. با این کارمون بیچه سازمان رو به لجن کشیدیم. نمیتونیم بریم که صدقه جمع کنیم. باید میزدم تو ماخش. بسه. برو گزارشتو بنویس. فکر کنم باید یه سری کلاسای ایدئولوژی رو بگذرونی. تو فقط با عینک بدبینی به سازمان نگاه میکنی. اونا واسه آزادی خونشونو میدن. عزیزاشون و مزدورای رژیم کشتن. طلاهای اون نزولخور کمترین حقشونه. رو کار خودت تمرکز کن. نمیخوام کم بیاری. دست درد نکنه. خواهش می‌کنم آقا. بفهم. آقا این بقیه پولتون. قربونت. این هم سر رات بده لابراتوار. چشم.
کاری نداشتم. وایسا. اینم موزه این هفته. دستشون درد نکن آقا. خیلی ممنون. بایزد. به سلامت. سلام. چرا گوشیو بر نمیداری مجید؟ کار داشتم. زنگ زدم خونه، مامان نگرانته. چرا نرفتی خونه؟ لج کردی؟ حالا مثلا قهری؟ هرچی میخوایم فکر کنیم. من که حرفی ندارم داداش. اما مامانم راست میگه. بدون بچه که نمیشه. میخوام نشه. اون دختر خوبی به نظر میاد. ولی خب تقصیر خودش بود. من اگه جای اون بودم اصلا موضوع رو نمیگفتم. بیا حواسم خواهری کن، با مامان صحبت کن. تو میتونی رازیش کنی. چطوری رازیش کنم؟ تازه وقتی دوران خوشخوشونتون تموم شد خودت میای بهم قور میزنی که چرا گذاشتی. قول میدم این کارو نکنم. خواهش میکنم اکرم. نمیدونم. حالا تو یه زنگ به مامان بزن. نگرانته. خودت زنگ بزن بگو مغازه است. بچه بازی در نیار. من باهاش صحبت میکنم. ولی عاقبتش کردن خودت ها. باشه. اگه گوش کنه. جبران میکنم. باشه. خداحافظ. خداحافظ. الو مجید جان چرا جواب تو داری اشتباه میکنی مجید. من دیگه نمیخوام باید بحث کنم. تو دانشگاه رفته ای، درس خونده هستی. خودت شاید خیلی بهتر صلاح خودتو تشخیص بدی. اما این راهش نیست. باید چیکار کنم؟ لجبازی نکن. بشین خیلی منطقی صحبت کن. منطق مادر من بچه دار شدنه. اگه اون منطق نبود تو هم الان نبودی. نبودم یه نوخور کمتر. ناشکری نکن بچه. منم جوون بودم. منم عاشق شدم. اما تموم شد. چند روزه، چند ماهه. بعدش چی؟ باید بچسبی به زندگی و دنبال بدبختیش باشی. اما مادر اگه باش خوب تا نکنی تا آخر عمر حسرتش رو میخوره. اون خیر تو رو میخواد. میدونم. طرف رو پسندیدی. حتما به هم چیزشم فکر کردی. منم طرف تو هم. بشین با یه زبون خوب رازیش کن. مادرت. کیه؟ کاظمی هستم. کی بابا؟ سلام. کاظمی هستم. سلام علیکم. سلام. بفرمایید آقا مجید. ممنون متشکرم. خوب هستین شما؟ خواهش میکنم بفرمایید داخل. متشکرم. همینجا خوبه. بفرمایید تو. مزاحم نمیشم ببخشید. میخواستم به خاطر اون شب عذرخواهی کنم.
خواهش میکنم کسی حرف بدی نزد. خب راستش مادر سارا پیغام داده بود، شما باید به مادرتون میگفتین دیگه. بله کاملا حق با شماست. ببخشید سارا خانم تشریف دارن؟ آره اما فکر کنم دیگه نه ببینین توی خونه ما صحبت کردیم و من خدمتتون رسیدم تا قرارمدار مراسم رو بذاریم. به به آقا داماد. سلام چرا دم در وایسادی؟ بیا تو. من دیگه داشتم رفع زحمت میگم. سلام برسونم. نه آقا جان مگه طلب باباتو داری؟ برو تو بچه جان. من آخه همینی که گفتم. یا الله برو تو. بله ببخشید. یا الله. مادر سارا داماد کت بسته آوردم. سلام آقا. سلام. این آقا با شما کار داره. سلام. سلام. داشتم از اینجا راحت میشدم گفتم بیام یه عکس خوب ازم بگیری. شما که عکاستون حرفه‌ای بود؟ کدوم حرفه‌ای؟ اونا شب پره رو از پروانه تشخیص نمیدن. مرتبم؟ بله. خوب. کاغذمون تموم شده. یه 2-3 تا بسته کاغذ بگیر بیار. چشم. شمار جمع. کارا خوب پیش میره؟ آره. خوبه. پس چرا مثل این عروسای اجباری اخماد تو همه؟ آخه این موضوع هر چقدر که جدی‌تر میشه بیشتر نگران میشم. اوایل مثل بازی بود اما الان خیلی داره شبیه واقعیت میشه. خب نظر به واقعیت نزدیک شه. مجید فاصله تو باهاش حفظ کن. آخه چطوری با این شرایطی که من دارم؟ یه دقیقه میشینی رو این صندلی؟ میخوام ببینم آدم‌ها رو چجوری میبینی از اینجا. یه لحظه بشین. این چرا سر و تهه؟ جالبه. مجید میدونی پاشنه آشیل این مأموریت چیه؟ احساسات. یعنی اگه تو احساساتی بشی همه ما باختیم. احساسی بهش ندارم. اتفاقا سادگیش لجمو در میاره. خیلی آدمای بدی هم نیستن. خب الزاما همه آدمای بد کارای بد نمیکنن. آدمای خوب هم همیشه کارای خوب نمیکنن. یعنی میشه خوب بود و کار بد کرد؟ خوبی و بدی نسبیه. تو ظاهرا داری یه کارو بد میکنی اما کار تو خوبه. کار تو این موقعیت یه فعل اخلاقیه. نمیخوای پاشی من بشینم عکس بگیری؟ چرا؟ ببخشید بفرمایید. اینجا رو نگاه کنید. گرفتم. امیدوارم واقعا گرفته باشی. نتیجهش رو زود میبینین. پس زود دست به کار شو. آخرین هفته مراسم. من تو زبون همدیگه رو خوب میفهمیم. مجید از این عمویه چیزی دستگیرت شد؟ تا اونجایی که فهمیدم جزء گروهیه که با هیئت‌های نظامی خارجی مذاکره میکنن. خب اینا رو که منم میدونم. بابت چی مذاکره میکنن؟ چی میخوان ازشون بخرن؟ توتیشو در میارم. نباید کار سختی باشه. بجنب پسر. بجنب. چشم. مجید به رویاهات فکر کن. نذار رویاهات بمیرن. سلام. سلام. اکرم نیومد؟ گفت فردا میام. ناراحتی ماما؟
بفرما. از همون شیرینی گرفتم که دوست داری. اگه نخوری ناراحت میشم. بالاخره کار خودتو کردی؟ خودت بریدی و دوختی؟ حالا کی میری خرید؟ هر وقت شما آمادگیشو داشته باشی. من پام درد میکنه. خودم کولت میکنم قربونت بشم. خودت با اکرم برو. من نان ندارم. اگه نیای به همش میذارم. من بچه بازیه به همش بزنی. خب میخواستم ببینم اگه ناراحتیم. نه خیلی ناراحت نیستم. به خانم محمودی هم گفتم. خانم محمودی که؟ همونی که عکس دخترشو نشونت دادم. خیلی وقت پیش باش صحبت کردم. کلی خواستگارای دخترشو رد کرد. آخه شما به من نگفته بودی. گفتم تو کر بودی. بله حق شماست. اینجا بودن. دختره دلش شکست. خیلی دلم سوخت. 2 ساعتی که رفتن همینجور اینجا نشستم تکون نخوردم. بله. منو ببخش. بخشیدمت. به سلامتی. مبارک. بفرمایید. ساعت چنده؟ 8:20. چرا بیدارم نکردی؟ یادم رفت. خیلی خوب حالا فوران نکن آتش فشان. حالا چرا بیدارش نکردی؟ گفتم بذار یه خورده بیشتر بخوابه. برای سلامتی